هادی چوپان واسه خوردن هر روز بالای 10 میلیون تومان خرج میکنه. گرگ ایران برای صبحونه تخم مرغ 4 تا ماهی سالمون میوه و سبزیجات میخوره که این میشه 1 تومن. بعد که میره میدوه میاد 4 تا فیله گوساله با برنج میزنه توی رگ که اینم میشه 2 تومن. بعد میره باشگاه تمرین میکنه و واسه این نهار 6 تا فیله مرغ با برنج و کاهو میخوره، بعدش هم چرت میزنه، باز پا میشه میخوره. این سری 6 تا فیله گوساله با برنج که اینا رو هم رفته میشه 4 تومن. بعد تمرین اصلی شروع میشه. آخر تمرینم کلی سیب زمینی تخم مرغ و مکمل میخوره، چون مکملاش هم آمریکایی و اورجیناله. اینم هر سری 1 تومن میتونیم در نظر بگیریم. برای شام هم هادی جان استیک داره. قبل از خوابم فیله مرغ با هویج میخوره، اینا هم با هم میشه 3 تومن. هادی میگه از اول فعالیتش هیچ مسئولی ازش حمایت نکرده. قدیما به خاطر بیپولی شنواییشو تا حد زیادی از دست داده. الانم فقط به خاطر مردم تو مسابقات جهانی شرکت میکنه. اگه دوستش داری به افتخارش لایک و بکوب و یاد